مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم می نماید. سوره دخان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم والکتاب المبین. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. حمیم. قسم به این کتاب بیان کننده حقایق که ما آن را در شبی مبارک نازل کردیم و ما هشدار دهندگان حقیقی بودیم. در آن شب هر کاری بر اساس حکمت تنظیم می گردد کار ماست و ما فرستنده بودیم. همه اینها رحمتی از جانب پروردگار توست، زیرا او شنوا و آگاه است. اوست پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، اگر یقین داشته باشید. هیچ معبودی جز او نیست. زنده می کند و می میراند. پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست. نه، آنها هنوز در شک خود سرگرم بازی اند. پس منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری ظاهر نماید و مردم را فرا بگیرد. این همان عذاب دردناک است. پروردگارا، عذاب را از ما برطرف کن که ایمان می آوریم. چگونه و از کجا متذکر می شوند در حالی که پیامبر آشکارا به سراغشان آمد؟ سپس از او روی برگرداندند و گفتند تعلیم یافته دیوانه است. ما اندکی از عذاب را برطرف می کنیم، اما بار دیگر شما به شیوه پیشین باز می گردید. در آن روز که قدرتمندانه آنها را گرفتار کنیم انتقام خواهیم گرفت. قبل از آنها قوم فرعون را امتحان کردیم، در حالی که پیامبری گرامی به سراغشان آمد و گفت بندگان خدا را به من تحویل دهید، زیرا من برایتان پیامبری امین هستم و نسبت به خداوند تکبر و برتری جویی مکنید، زیرا من دلیل روشنگری برایتان آوردم. الله یا الله، الله الله. و اگر مرا محکوم به سنگسار کنید، بدانید که من به پروردگار خود و شما پناه بردم و چنانچه به رسالت من ایمان نمی آورید از من کناره‌گیری کنید. سرانجام پروردگارش را دعا کرد که اینها قومی مجرمند. پس گفتیم شبانه بندگانم را ببر تا آنها تعقیبتان کنند. دریا را در آرامش کامل پشت سر بگذار که آنها لشکری غرق شدنی هستند. آنها چه باغها و چشمسارهایی از خود به جای گذاشتند، کشتزارها و قصرهای زیبا و نعمتهایی که در آن غرق در شادمانی بودند. بدینسان همه آن نعمتها را میراث مردم دیگر قرار دادیم. نه آسمان
و نه زمین هیچ کدام بر آنها گریه نکردند و هیچ مهلتی به آنها داده نشد. ما بنی اسرائیل را از عذاب خار کننده رهاندیم، از دست فرعون، زیرا او برتری جوی و اسرافکار بود. ما آنها را آگاهانه برگزیدیم و بر مردم جهان برتری دادیم و آیات و نشانها را به آنها دادیم، حالان که در همه آنها امتحانی آشکار بود. اینها میگویند مرگ ما فقط همان مرگ اول است و ما دوباره زنده نخواهیم شد. اگر راست میگویید پدرانمان را به دنیا بیاورید. آیا آنها بهترند یا قوم تبع و کسانی که پیش از آنها بودند؟ ما همشان را هلاک کردیم، زیرا مردمی مجرم بودند. ما آسمانها و زمین و آنچه را میان آنهاست به بازیچه خلق نکردیم. ما آنها را جز به حق نیافریدیم، هرچند اکثر مردم درک نمی کنند. روز جدایی حق از باطل میادگاه همه آنها. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم. روزی که هیچ دوستی برای دوست خود نفعی ندارند و هیچ کدام آنها یاری نشوند مگر کسی که مشمول رحمت الهی گردد، زیرا او قدرتمند و با رحمت است. به راستی درخت زقوم غذای گناهکاران است، همانند فلز مذاب در شکمها قلیان میزنند، قلیانی چون آب سوزان. این مجرم گناهکار را بگیرید و به میان آتش پرتاب کنید، آنگاه بر سر او عذاب سوزان بریزید. بچش که تو همانی که میپنداشتی قدرتمند و محترم هستی. این همان عذابی است که پیوسته در وجود آن تردید میکردید. اما حرمت نگاهداران حریم الهی در جای امنی هستند، در باغها و چشمسارها. آنها لباسهایی از حریر نازک و حریر ضخیم پوشیده و روبروی یکدیگر می نشینند. حال بهشتیان این چنین است و آنها را با حوران بهشتی تزویج می دهی. هر میوه‌ای که بخواهند در اختیارشان است و آنها در امنیت کاملند. در آنجا مزه هیچ مرگی را نمی چشند مگر همان مرگ اول که در دنیا چشیدند و خداوند آنها را از عذاب جهنم حفظ می نماید. اینها فضل و رحمتی از جانب پروردگار توست و این همان پیروزی بزرگ است. ما بیان رسالت را بر زبان تو آسان کردیم، امید آنکه حقایق را بفهمند و پند بگیرند. پس تو منتظر باش، آنها نیز منتظرند. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم. کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم.